سلام بچه‌ها. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از آسیبکس. ساغر خانم بگو امروز چی داریم؟ امروز با یه چالش جدید برات اومدم. با چالش تخم مرغ روسی. ربطی داره به رولت روسی؟ بریم ببینیم. خب آقایان، خب اولین باکس شگفت‌انگیز تخم مرغ‌ها این از مرغداری آسیبکس اومده. مرغای خودمون تخمای خود چیکار داری با چالش می‌کنی؟ هیچ. همونطور که می‌بینی هر کس 5 تخم مرغ داره. ما 5 چالش داریم. توی هر چالش یک برنده و یک بازنده داریم. پایان هر چالش هر کدوممون از ردیفمون یک تخم مرغ انتخاب می‌کنیم، ولی دست به مهره بازیه نمی‌تونی که این برداری بگی نه. اینو به دست زدم، این دیگه برای منه دیگه. تو سرنوشتم این 8 طالعه اصلا. تو طالع. باش. برنده مشخص میکنه که هر کس تخم مرغی که برداشته رو بزنه تو سر خودش یا بزنن تو سر هم دیگه. متقابلا تخم مرغ بازی کنیم. بی صبرانه حاضرم تخم مرغ رو بخورم تو سر خودم. بهت گفتم دیگه هیچ خامه تو هر ردی. مگه خامم داریم توش؟ تو هر ردی هیچ خام که اون میشه تیر فشنگی. اوه رولت روسیه از اونجا میاد. اونجا ایناگولا بازی رو میبازیم. بریم چالش اول چیه؟ بکوبش رو میز. چالش اول هدزابه. من این ورق رو به شما میدم. خب این ورق هم مال بنده است. نه دیگه شما یه چیز اونجا بنویس برای من اینجا یه چیز بنویسم برای شما. ترجیحاً یک شخص بنویسیم یا یک چی؟ شخص. بفرمایید. خب شما بنویس. شما اون بر تو گیزه چشات ایزی. خب و فکر کنم کف دست اونقدر صفت هست که برای نوشتن با صفت کافونه خاندان میگیره. برنده بازی فکر کنی کیه آقای ما؟ کسی که اول حدس بزن. من چیزی ای الان اصلا با فشار نیستین عملیا. چه چسب نداره. برنده بازی که تخم مرغ رو تکلیفش رو مشخص کنه کسی که اول حدس بزنه. خیلی هم پایین تو پیشونی چقدر بزرگی کامل توش جا گرفت. اینقدر پیشونی داره. من طبیعی پیشونی. بازیگره؟ نه من نوبت منم رسید دیگه. خیلی زودتر. پینگ پونگیه. بله خب مال من بازیگره. کلا یه آدم معروفیه. بله بازیگر مرده. بله. مال من مرده. مال من کمدینه. نه. بفرمایید. عرض به حضورت خواننده است. بله مال من خوشگله. آره. خیلی خیلی سال دوم جمع. چقدر خوشگله. مال من سوگنده. نه چرا یه کاره یه از کن سوگنده. مال من گفتی خوشگله. میتونم پیره یا جوان؟ جوونه؟ میانه است. میان سال. گلزاره؟ باختی ولی ما میان سال فقط گلزه رو داریم. خوشگل دیگه. اوه خواننده است دیگه. خواننده است. کسی که موزیک ویدیو داره بیرون خواننده است. خانم میا پلیز. وای البته دیگه میا پلیز نیست. آمیا. ولی باش. شما از لاینتون این لاین هست یک تخم مرغ
اشاره میکنیم برنامه دستم بخوره یعنی دیگه سرنوشت این من اینو برمیدارم. من به عنوان برنده اعلام کنم که حرفی بزن سر خودش. مال من سالم خانم نشکست بزن باتش کنه کم بزن سرش پوکه تخم دایناسوره چرا نمیشکن آخه شکو همون اول خوبیش میدونی چیه؟ خوبی داره اصلا اینکه تو لایلت دیگه هیچ ساخت مرغ نداری. آخه اینم چون مالید بدم یه تیکه خوب من چیکار کنم خوبی دارم توی پاچه زمین خیلی گوه شانسم البته به حالتهای خوب شد یه بعدیاشو قورت میدم این داره میاد خونه یا تخم مرغ میخوایی بچه خیلی تخم مرغ چقدر نازه چگوی چجوری میکنی؟ به بعدی آج افتخاره بریم بعدی آیمان با موهای ژلی ژلی شد ما خیلی اینجاست پشمام ریخت حقیقتا فکر نمی‌کردی هی زدم بعد سومی زدم بعد خیلی پوست سفتی هم داشت ولی دیگه تموم شد چیزی بگم به ترکید ولی تموم شد بگو جونم توی چالش دوم 3 تا صدا برات پخش میکنم از 3 تا آدم معروف تو هم 3 تا برای من پخش میکنی از این 3 تا هر کی تعداد بیشتری رو بتونه درست حدس بزنیم که کیه برنده است البته صداها هلیومی شده این که انگار بادکنک هلیوم خوردن بدم تو اوکی برو بریم اول شما میری اول من برم من میرم من میگم کیه خورم باش کنار مهدی زنگنه عزیز آهنگساز و دوست بسیار خوبم هستم میخوام یه بازخونی داشته باشم به همراه مهدی از یک کار قدیمی زیبا مهدی زنگنه کیه که رفیقش که بود حالا شد نه این آدم معروفتر از مهدی زنگنه است فقط چون چیزه من بیداش آهنگ چند بخونه خب نه دیگه در کنار مهدی زنگنه عزیز آهنگساز و دوست بسیار خوبم هستم میخوام ابیه بازخونی داشته باشم اصلا خواننده نیست از یک کار خوانندگی هم ملی کرده چرا من دارم بهت کمک میکنم هیچ حدسی نداری؟ کانون تفتیه نه ولی سمت و سوتو داری درست میری خوشم میاد نه از نظر آدمش از نظر نوع صدا آره این خشی که داره مال اوناست کدوم هست؟ خش کامران تفتی نمیدونم کی بود؟ محمد رضا علی مردانی اوه بعد تون صدای تونه بنده خود داری ماهی تون صدای بنده خود کجا شنید کامران تفتیه جفتشون بلوف صدای قشنگی نه امکانی کامران تفتی زشته دیگه من نمیپسنده مخصوصا خوانندگی هم داره میکنه نفر دوم باره خیلی کوتاه این ویدیوه ولی آخریش رو برای بلند آوردم بله این بود کلا دیت و دیت بازی و اینجور چیزا خیلی توی یوتیوب زیاد شده خوبی؟ یوتیوبره؟ آره دیگه این خیلی برات هینت آوردم آقا ایمانا نمیبینه؟ کجا فهمیدی؟ بالاخره نه جدی واقعا بالاخره میگم نه جدی واقعا بالاخره این دیالوگو من یه جا به خاطر دیالوگش یعنی فهمیدی؟ گفتم صداش شناختی خب آخری شما یه یک اگه زن و شوهر مثال بزنیم مثلا
واقعا مثلا وقتی کنار هم صحبت میکنن همه صحبتاشون عاشقانه و دوست داشتن زیاده ولی یه روز خیانت شاید ببینه اصلا اون اتفاق ناراحت بشن ازم شاید اون عشق مثل عشق اوله نیست این طبیعته. عشق ابدیه بچه، عشق ابدی هم؟ نه؟ یه عرفان علیرضاییه؟ نمیدونم. فریضه خب صدا واقعی چیزی. فوتبالیسته. که دیگه من نمیدونم بگو. رامین رضایی. رامین که این حرف رو زده؟ توی چند دفعه در مورد پدر صحبت کرد. مصاحبه با لباس میلیاردیش. آره. شما یک امتیاز از 3 تا امتیاز. یه سری نماینده مخالف بودن اون عقب مثلا دارن پوستر حرف میزنن اینه اینجا پزشکی وقتی مثلا تو نماینده اصلاح طلبی هستی که دایره‌ای که بردی تصدیق شده پایدار چیه مثلا باهاش مخالف بود قیاسیه. من قیاسی فنم. نه آشغال، این توی سوتی بود. آهنگ زیر صدای نه خب من قیاسی رو خیلی دوست دارم. تو چجوری داره مسخره میکنه دیگه. کی مسخره به خوده دولتیه که به مسخره کنن. یک امتیاز از فعلا که مساوی. فعلا مساوی. هر کدوم در زمینه حوزه‌ای که دارن کار میکنن استاد و صاحب نظرن. دائم میاد این تو ذهنم که چقدر سوستانته؟ برو گم شو. تو روانی؟ تو نیستی تو سروش صحت و صدای معمولی شد داری نشدید زیاد. هلیومشو میشناسی؟ من که بردم میگه من رو بستایی نگیشو؟ من غیرت دارم من غیرت دارم هر میدونم که این کنسول داشته باشه وقتی بچه بودم من سال 1999 روانی. حالا کوروش هم شاید میگه اخیرا شنیدی سروسنه تو چجوری گفتی؟ شما خودت تو خورما انتخاب میکنی. شما دیگه همش پوکه. من این انتخاب میکنم. بردار شما باید بزنید تو سر من اون سر تو؟ آره دیگه من میدونم همه تو خورمای تو پوکه دیگه مسکلم. برو گم شو. بس این جلو بزن. این جلو. بیا نشکست. خب بزن تو پیشونیم چند تو فرق شکست. مالا تو بعد پیشونه آهنگی متلاشی کرد. سفت این. خب من سروست نرفت، هیچ جام نرفت. اینو بخور بریم بریم برگیم. برای چالش سوم آماده ای؟ برو بریم. چیه؟ چالش بدون دسته، بدون فقط اینجای دست تا مچ. بله. شما باید این بستنی رو بدون دست باز کنی و بخوری و هر کی تو تایم کمتر این کار رو انجام بده برنده چالشه. تو یه بار سر بستنی باختی به من، تجربه نشد برات؟ من کلا تو در آوردن اشکال نداره، هرچی در حیطه بستنی باشه من رکورد دارم. البته اونم من تقریبا بردم. نه با اتفاقی که برای تو آخر شد. بریم بذار من آستین هامو بدم بالا. آستین بالا. برو. با شمارش من 1 2 3. داری از دست اینجا دسته از اینجا به پایین اینجا چه صفت؟ به قرآن من از این دست بالا بود بالای موچته. خب دسته به دستم بیامترم تا بخورم بابا خوبی خب اینجا بالای موچه. خب همینجوری بازش کردی. خب معلومه که میره چقدر بچه پر روه.
خوبی؟ من بذارم اینجا قرار میتونم باز کنم. شما با این دت واکن. با این دت واکن. زودی. نکنه تکسی. زندگی رو گوه کشیدی. در رو بیرون تو. درش بیرون. باخن. اون پشم و پیریان باخن. من اینو انتخاب کنم. من این مال ردیف من داداش شدم. واسه ببینم. این ردیف شماست. از بانش دیگه. من این انتخاب میکنم. بی تو سر کی؟ برم تو سر خودت. محکم. 1 2 1 2 3. ای آشغال. میخوای یه ذره دیگه بدم؟ نه دیگه. بریم بعدی. این چالش اطلاعات عمومی، اطلاعات خوراکمه. هوشه. خوراک. 5 تا سوال من از شما میپرسم، 5 تا سوال شما از من و هر کی تعداد سوالهای بیشتری رو درست جواب داد برنده این چالش. حالا. آماده هستی؟ آماده تر از همیشه که تخم مرغ بکوبم تو سر تو. خب سوال اول. گزینه داره؟ خیر. این بده. چند نوت در یک پیانوی بزرگ استاندارد وجود دارد؟ 10 تا. مسکل چیزی هستی؟ 88 تا. با ترکیبیاش که من اینا رو نمیدونم. اطلاعات عمومی کمه. تو اصلا آدم درستی نیستی برای پرسیدن این سوال. این سوال کلا ملغا. یه سوال میخوام پرسم بتونی جواب بدی، عشق و حال کنی. در شروع بازی بیلیارد چند توپ روی میز قرار دارد؟ سریع. کدوم اسنوکر؟ سریع. 18 تا. اشتباهه. 16 تا. 12 تاسون 10 تا 14 تاست؟ نه چجوری میشه 16 تا؟ سوال فکر میکنم شاید منظورشون بوده. 8 بوده. خب در صورت اینم نتونستی جواب بدی با اینکه سوال آسونی بود برای کسی که بیلیارد بازی کرده. عزیزم من پرسیدم گفتم اسنوکر یا 8. اینجا ننوشتی. خب این سوال کلا پوچه، تو خالیه، بی پشتوانه است. کرم شبتاب چه نوع حیوانیه؟ میتونم بهت گزینه‌ام بدم. بگو. کرم، پروانه است، سنجاقک یا سوسک؟ سوسک. آفرین. اونقدر گزینه میدادم نتونستی. برو گم شو بابا. بیا اون مهربونی کن. زندگی رو میدونستم این چیزه. بعد اصلا سوالاتت این آخرش که خوب جواب دادم. دو تای اولیش اصلا کلا پوچ بود. تو اصلا هیچ سلیقه نداری در مورد پیانو بپرسی. سوال اول. سوال دوم میگم اسنوکر یا ایج. میگه من نمیدونم چی هست. من به نظرم میذارم تو سر تو. میوه رسمی نیویورک چیه؟ 5 تا سوال میپرسی. بله. میوه نیویورک. میوه رسمی نیویورک. میوه رسمی نیویورک طالبیه. سیبه. ولی منظورش چرا طالبیه؟ ببین این همه میگفتم گفتی موز به نظرم منطقی تر از طالبیه. موز برای میامیه. کجا؟ میامی. آها. میامی رو شما میگی، شما تازه به دوران رو صدا. جنگ 100 ساله چقدر طول کشید؟ چند سال؟ 100 نیست قطعا. 117. خیلی نزدیک گفتی 116 سال. 116. سال آخر رو یه سال تقبله. شما یک سوال رو از 5 سوال درست جواب دادید. ما چند نمیتونیم حرف بزنیم. جنگ داخلی آمریکا چقدر طول کشید؟ 10 سال. اشتباه. چند؟ 4 سال. 4 نوک زبونم بود. تعداد آیات قرآن مجید چه تعدادی است؟ 3000
634 تا. اشتباهه. 6236. آره. زمین در هر ساعت چند درجه میچرخد؟ در هر ساعت چند درجه میچرخد؟ در هر ساعت چند درجه دور خودشه، چند درجه دور خورشید؟ چند درجه میچرخد دیگه. خب در هر ساعت یا دور خورشید؟ اینو نوشته اینجا. در هر ساعت چند درجه میچرخد؟ ببین دور خودش 24 ساعت داریم و تویش باید 360 درجه بچرخه. 360 رو باید تقسیم بر 24 بکنیم که میشه چند؟ میشه 15 درجه. تو روانی. درست. طولانی ترین مترو جهان در کدام کشور است؟ چین. درست. واقعا؟ بردم. تو میندازی. بردم. تو فیل میدی. بردم. من اینو که شما گفتی و بریم. من باید انتخاب کنم که تو سر شما بزنم. من انتخاب میکنم سر شما بزنم. نکن این کارو. بی جلو پس. حیوان رجیم. اینو آروم. بریم بعدی. چراغای این استودیو رو خاموش. چالش آخر آقای ما. چالش بیسکویت داریم. چالش آخر. این که خوراکم. خب با بدون دست. بله. خب برو بریم. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آمادهش کنم دیگه. نمی‌خواستم بدونی چالش چیه. ببین این چالش قدیمی اگه یادتون باشه یه مدت همه انجامش. ببین شما اینجوری سرتو میگیری بالا. خب این بیسکویتو میذاری اینجا و باید با حرکات صورت اینو برسونی به دهنت و بخوریش و هر کی تو زمان کمتری بتونه این کارو بکنه برنده این چالشه. اوکی. خب بده من برم بچه‌ها رو بیارم نزدیک که شما اول انجام بدید. بچه‌ها فیس زیباتون رو داشته باشن با کله تخم مرغی. خب بچه‌ها عزیز تایمر اومد. بریم بذار بزنم. خب این دوستامون اسکل. خب این برو زدم. برو این بازی کن. ایمان بیدختی تون بلکت. چه تمرکز. خب شما سوختی باید بری از اول. عالی داری عمل میکنی بنظرم. دارم موجه‌ها می‌ریزم زیرش. شبیه توست دریاش. خوب داری میری. از بونت کمک بگیر. بندازش بالا. خوب داری میری خداییش. میشه از اینجا شروع کنم؟ نه بابا خیلی خوب اصلا. الان دوستان عزیز تایممون انقدر شده. چه میکنه این پسر؟ خوب ولی حرفه یاد داره میگیره. برام خواهی بفرستیم ما تو مسابقات شرکت کنیم. اما 2 دقیقه شد. آهان باریکلا. 2 دقیقه با 3 ثانیه. اینو از تایمر ساکانو. سلام. خب زور بشونید. این اینجا همو گفتن شروع کن. 1 2 3 عزیزم سخت داره دیگه که برم. خب رو دماغم
کنترلش کنم. بلا زیر پلکت. اوه چه پرپری میزنی. با دست آشغال. آقا 36 ثانیه تو جنی شدی امشب ها؟ کلا نمیرم خواهم معذب شی. آقا ساغر رفته دقیقه دستشویی. من جای تخم مرغ رو عوض کنم میاد خامه بخور تو سر خودش. قطعا میخواد تو سر من بزنه دیگه. جاشون عوض کنم. ولی مسئله بیسکویته مطمئنم یک خدایانی یک کارناتی دستش رو بیسکویت گذاشته بود که این نیفته. حالا نمیدونم تو به کجا وصلی. خسته نشدی انقدر باختی بچه‌ها خسته شدن. برو جمع کن برو. این تخم مرغ منه. این تخم مرغ شماست. خب این قطعاً خامه دیگه. اون هم قطعاً تو سر من پخته است. و من قراره اینو بذارم تو سر شما. الان اول به بچه‌ها بگو زشت نیست انقدر بازی، فقط تو خوراکی‌ها میبره. سروش ساعت و تنها چیزی که ازش دیده بود یه دونه مرد هزار چهرهش بود. هیچ اشونش رو باش نداشت. سوالایی که میکرد از پیانو، بیلیارد، نه همه نامردی بود. سوالای تو مگه خیلی سوالای متوجه نمیشم. البته اینم روانیه واقعا. چیزی که بیاد رو برق حساب کنه بعد به 15 برسه قشنگ خودی تو. آماده هستی؟ میخوای همزمان بریم؟ همزمان بریم. کله‌تو بیار جلو که فقط تو نپوکی. نه رو شلوارم نریز. 1 2 3. آخ کی نواز کرده بود؟ خیلی ناراحت شدم برات. بلبل زبونی میکنی برای من. سروش صحت 15 بار میچرخه. تو برای چه باید 15 نفر بدونی؟ اینا تو رو اذیت میکنن. بابا شما شوخی دارم. بالاخره انتقامو گرفتم ازت. این چیته. این انتقام نیست. نه باش من نکردم. دستمال به دردم. با این برکه‌ای که درست کردی صحبت نه به من بگو خجالت میکشی از این چیتر بودنت یا نه؟ اینا بگم من عوض نکردم خفه شو. اون جایی که گوش کن، تو اون جایی که داشتیم تکون میدادیم رفتش این تخم مرغ جابجا شد. خفه شو. من روحم از این داستان با خبر. اصلا مرسی که ویدیو رو دیدین. کامنت، لایک، سابسکرایب دیگه از این کارا بکنید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. خدافظ.